با فرزندم مراجعت میکنم مجید فتح‌الدین اسمونویچ که در خارج کشور با همراهی همون کسانی که غرض دارن و خب منفعت شخصی دارن و نمیخواهن آبادی و تنجی تاجیکستان همراه نشه. برای سربلندی و آبادی این ملت مقصد که کوشش و غیرت کن. هیچ وقت مقصد که در این فکر قطعی همون آدمایی که غرض دارن و فکری باطل دارن و غرض منفعت شخصی دارن با همراه نشه. من در این تاجیکستان آزادانه با همراه مادر زندگی دارم. تاجیکستان تو در خارج کشوری در داخل نیستی که بینی که در تاجیکستان چقدر پیشروی ها شده است. مثال ساختمان راه ها اینا دوشنبه، قرغنتیپه، کلمک، فولاب، مقصد هم قدر بیناهای با حشمت و بسیار آشنا در تاجیکستان در مرکز تاجیکستان شهر دوشنبه قامت افروختن. اینا گسی نیروهای برقی روغون آباد شده است. هم قدر آبادی و پیشروی، قدر ساختمان بنگاه طبی و مکتب ها و قدر باغچه بچگانه آباد شده است. هم قدر پیشروی در تاجیکستان در یگان جای دیگه خیلی پیشروی نیست. اگر ما از همه قدر پیشروی و همه قدر مقصد که آبادی اگر وای کنیم نوز کنیم یک بی انصافی و یک بی مدنیتی و یک بی اخلاقی خیلی همون انسانه.